وای دخترچه اختونه و پدرشون چی کارن؟ پدرشون نیسته. جدا شده گه نه؟ بخش شفا برای سوال نجات دادن ما. چند ساله نمک جان شما؟ 62. ما ایسی بسون روی شما نتوبه؟ سلام علیکم خاله جان. ما شریف رمضان مبارک. سلامت باشه خاله جان. همه غریب بوره و همه مورا در خانه رحمتش نگه بداره و صبح سلامت به وطن برگردن. شما رو دعوت میکنم بارداری که ما رو تماشا دارین انم خیلی آدما رو دستگیری کنین. سلام علیکم به همه برادر و برادر عزیز. امروز به وقت دوشنبه ساعت 11 و ما تیار کردیم محصولات را برای زیاده 27 اویله 30 اویله نزدیک 30 اویله ده و یورا تصمیم گرفتیم بسپریم نفرایی ده که راهروبکای شهرن که در شهر دوشنبه راه میروند و این حال در تاجیکستان هم بودیم انمو بیماری آمدگیه و یا با جون خودشون ریسک کرده شهر ما را تازه نگاه میدونن و ما تصمیم گرفتیم که انمو مادرها یا پدرایی که امروز در شهر دوشنبه در خیابان‌های ما با تازه کاری مشغولن انمو را تقسیم کنیم و برای هر یک عائله انمین گونه کامپلکت یعنی 2 نمود مکرون 5 کیلویی 20 کیلو کارتوشکا 10 کیلو سبزی 10 کیلو پیاز 20 کیلو آرد 5 کیلو برنج 5 کیلو نسک و 5 لیتر روغنی و هر یک اویله دارم که تقسیم کنیم ان شاء الله و زیاده از 30 اویله خیلی همیشه چند قیچ اسپید کردیم تقسیم کنیم با ان شاء الله با فردا با پگش با تقسیمات دوام میتیم واسه کار ترازو دانا کیلو کجزن مقصدش تو بگی همه ده برابر باشه اینا نیم ترازو رو آوردگیم 5 کیلو همه ده تیار میکنیم های با ما باشین زنده باشه از ما میریم. بیست کوبچه آوردم بر کردیم برای 10 اویله یعنی یه اویله ده 2 کوبچه انشالله بازی با مکرون پکرون نه برادرها الحمدلله کچکو را بر کردیم پیازا را بر کردیم سبزی را بر کردیم برادر عزیز اینا هر سه ماشینا را پر کردگیم اینا یک تا اینا 2 تا اونا سومش از حرکت میکنیم طرف مرکز شهر و میکوبیم انمو آدمایی را که راهروبن و ان شاء الله تقسیم میکنیم در همین سه ماشین 10 اویله را جا کردیم برای که محصولات ما کمتر از زیادتر و جای ما کمتر که ان شاء الله اینا تقسیم میکنیم با پگه اما که با 10 اویله دیگه با پگه دیگه با هم خیلی 10 نفر دیگه ان شاء الله تقسیمات هم میبریم و حرکت میکنیم ان شاء الله با ما باشین. برادر عزیز اینا ما کلسوای تیرک داریم لبی دریا در طرف لبی دریا کلسوای تیرک اونا اونجا یک عمل کار کرده از زنه باز میریم اول خودشون گپ میزنیم مقصد در اویله چند نفرن و کمک اونا میفروریم همینجا میتیمشون بگیرن میبرن رفته. سلام علیکم ماما. سلام علیکم ماما. نازم ماما جان سازین. سلامتی خوبه ماما جان همه تینج. ماه مبارک شما را تبریک میکنیم ماه شریف رمضان. اکجان ما یک اقدام گرفتیم همین یک میخوایم کم شما را کمک کنیم ماما جان. مقصد آرد، روغن، شکر، برنج هم خیلی چیزا آوردگیم. شما چند ساله ماما جان شما؟ 62 در اویله چند نفری ماما جان؟ 8 کس. ان شاء الله ماما جان کمک میکنیم در حق مهاجرا در حق برادرایی که دور وطنن دعاگو باشین اکجان مالی که همین بیماری در سر هیچ کنه رفت من امک جان باز کمک کمی فرم او خلاصه قد شما ها سلام علیکم خاله جان ناظر سازن خاله جان سلامتی خوبه ماه شریف رمضان مبارک خاله جان ما همین یک اقدام خیرخانه گرفتیم خاله جان ما ایسی بسون روی شما نتوبه مقصد خاله جان از طرف مهاجرای تاجیک دور وطنن و ما تصمیم گرفتیم که برای همین نفرایی که به مانند شما برای تازگی شهر وطن و جان خودشون مثلا در خطر مونده امروز خدمت کردن یک کم هم باشه کمک میکنیم و ان شاء الله در حق غریبا در حق برادرایی که دور وطنن دعاگو باشه ولی خاله جان ما کمک تو در کجا بفروریم اون دوبنر ما موبایل دمون نمیشه یا تاکسی خونتون کجا خاله جان من طرف تکسیل تاکسی خیلی 10 سومون میشه تاکسی پولیتون چی شوه اگر
نداشته باشین تاکسی پولتون رو میدیم مثلا همینجا میمونیم. من خاله جون من خاله جون از ما راست گام ناو رفتنی بودیم و این اپاشایی که دادیمش گفت که یک از همین چاسه کار میکنه از اومده است و هم قریب 5 سال میشه که در همین چاسه کار میکنه. سلام علیکم خاله جون. ما شریف رمضان مبارک. نازن سوزن خاله جون. سلامتی خوبه؟ ما یا اقدام خیرخانه گرفتیم خاله جان. من که بسیار در کامera نتونستم. وقت بترسم کامera. مثلا یا اقدام خیرخانه گرفتیم خاله جان در حق این کمکایی که شما دیدین ای طرف مهاجرای مثلا برادرای تاجر خدای جون نشین حق پروردگار رحمی همه بنده مومن بخره و همه حق شو ساق سلامت همین ترکی رفتن با هم تب گردن بیان پروردگار کریم هزار رحمت خدای جون نشین همین کسل ببرشو بگذره بروه دادره که خدمم را دور ده همون جای به خدا زنده باشه پروردگار همه به نقص باشه خدا امر کی درست کامپلکس که برادرها دادن شما در موقع 20 کیلو کارچا 20 کیلو اور 5 کیلو روغن 10 کیلو پیاز همون مقصد چیزی که مثلا در زندگی در کره الحمدلله آوردیم در همه وقت در حق مهاجرا دعا باشیم که سوق ساما و پیش پدر مادرشون بگردن آمین پروردگار کریم حق توی نظر جون بیا تام دعا که با تو بیا با حق دعای مردک دیگه های زنک باشه مغفرت این خدا فایز برکت شد الله اکبر مرد خدا جان پروردگار کریم رحم همه تبخر خداوند ساق سلامت باشه و زنده باشه و تن تو به نقص به درد باشه و ایمان کامل سلامت باشه خدا جان برکت زیاد کنه پروردگار خیر کردگی تا درگاهش قبول کنه سلامت باشه خدا جان نازمونه برای کار من نه برادر یک پشکه سلام علیکم خدا جان نازن سوزن خدا سلام خدا جان شما در اینجا چند خش کار میکنید؟ 3 سال شد 3 سال؟ و دخترچه اختونه؟ و پدرشون چی کارن؟ پدرشون نیسته جدا شدگی نه بخش شفا جان برای سوال نجات دادنمون و ما یک اقدام خیرخانه گرفتگیم خدا جان مقصد در این ماه مبارک شما رو اولا تبریک میکنیم با ماه شریف رمضان و همین کمک ما از طرف مهاجرایی که در فدرال سیاسی قرار دارن مثلا از ما کمک ما شما رو میرسونیم و در حق مهاجرا دوگو باشین خدا جان بله نواز ما میفرستیم و کمک ما اپا جان 20 کیلو ارده 20 کیلو کارچکا 5 لیتر روغن 10 کیلو پیاز 10 کیلو کارچکا مقصد سبزی نه ماکارون ناس برنج باز در کجا بفرستین شما در اوداب نه اپا جان участка شما اینجا طرف همین تراتوری هم سه کسه مقصد نمیجا بفرستین اون پرده میشه شید خدا جان از میفرستیم نه برادر عزیز 3 نفر دیگه در اینجا از یک قدشون سلام علیکم سلام علیکم اکا نازن سوزن اکا سلامتی خوبه ماه شریف رمضان مبارک اکا جان ما در این ماه شریف رمضان اقدام خیرخانه گرفتگیم و همین خیره که شما دارم میکنید از طرف مهاجرای تاجیک اومدگی شما هر ستون علاهیده خدا جان شما علاهیده و شما ولادار نیستین شما چی خدا جان فرزند دارین به فرزند چند سالش کار میکنه خدا جان 7 سال 8 سال 7 سال چیزی که در این راهروی کار میکنه شما چی خدا جان من شکر خدا 3 فرزند دارم چند سالش کار میکنه 4 سال پیش کارم بود دیگه من خبر بود 2 سالش نیست هر خدا جان همین خیلی ما از طرف مهاجر بچه‌های و شما میدونید که بیماری اومدگی مثلا ما هم خیر شما در میمونیم در حق هم مهاجرا دعاگو باشین که خداوند ساق سلامت و پیش پدر مادرشون بیان ما همیو را کجا دمونیم شما در اوداب نگید مقصد در تاکسی بکنیم بریم مثلا اینا بعد از بودن نمیشه اینجا 3 کامپلکس میفروشه من خدا جان دعاگو باشین خداوند برادر خداوند نگهبان باشه تا برای رکورد تون همیشه سربلند باشه امید زنده باشه
اینا برادرها الحمدلله سه کامپلکس نه یک دو سه تا و با سه نمی دو مادر یک برادر ما و انشالله از میرم با دیگه برادر دا دوگو باشه نپا حالا سلامت باشه ما نازمونه خطونه احتیاط کنیم سمی گلامنی مصاب میدونیم بیموری اومدگه سلامتی شما مدد در کاره ما نازمونه ما برادران الحمدلله اومدیم در تکستیل رسیدیم ایتی تو تکستیل اوجه الحمدلله 6 نفر تقسیم کردیم از دیگه اومدیم ده اپای دیگه کار میکنن سنسورشون به یوشه و با همین نو واسه با یوشیشون ده همین کار مشغولن و با تازگی شهر ما و شما برادرو روز میپرسیم شون سلام علیکم خاله جان سوز نازن خاله جان سلامتی خوبه چند سال شد خاله جان کار کردی 4 سال 4 سال زندگی خوب گذشته سه شکرانه خدا میشه خاله جان ما اقدام خیرخانه گرفتیم اولا شما را به ماه مبارک رمضان تبریک میگیم رحمت شما را خداوند دستاتون درد نبینه که مثلا ما شب آرامانه خواب میکنه و شما رو تازگی میکنه خداوند دستاتون درد نبینه و 1 تن میلیون کنه و امروز میخوایم که کم هم باشه کمک نوچیز خونه برای شما برسونیم و همین کمک خاله جان از طرف مهاجرای تاجیکی در فدراسیون روسیه قرار دارن و ما پول امانت دادگی هم و ما میخوایم که امروز در شما خیر کنیم خاله جان مقصد در نمازاتون در دعاگو باشین و خداوند در کسب کار مهاجرا برکت بده و این بیماری که اومدگی خداوند مقصد یگام چه نگیره و سوق سامان به وطن بگیره نگه دارد غریبا را هم و همه مورا خداوند نگه دارد و پام خد شما هم شما هم اینجا کار میکنن نه کار میکنن اون پایین چسکای ما انگام اینجا چسکای شما هم اوزی خاله جان سلام علیکم نازن سوزن خاله جان ما هم یک اقدام خیرخانه گرفتیم میخوایم یک کم هم باشه کمک نوچیز شما در برسونیم و یک خواهش شما داریم خاله جان دستاتون اول درد نبینه و بعدا با ماه مبارک رمضان شما تبریک میگیم مقصد همین کمک از طرف مهاجرای تاجیک خاله جان از در فدراسیون روسیه در حق همه دوگو باشین خداوند در کسب کارشون برکت بده و ساخت سالمه و پیش پدر مادر زن و فرزندشون بگردن خاله جان و مقصد از ما میفروریم امکاناتی بردن خیلی داریم خودم میبریم ان شاء الله تاکسی ها هستن و فکر کنم که قیمت همش هم 10 قسم ان شاء الله میبرن تو در کجا بفرورین شما دو نه ایرا از طرف بفرورین میشه خداوند نگهبانتون باشه سلامت باشه خاله جان همه غریبا را و همه مورا در خانه رحمتش نگه بداره ساق سلامت به وطن برگردن آمین روز میفرورین خاله جان من نه برادرها ده کامپلکس فرو وردیم چیزی که در دیگر رو اینا خاله جان قبول کنه و دوگو باشین یگان خدمت دیگه شه ان شاء الله دست نمیماندگی هم میکنه و همه مهمش همیه که شما مثال جان اختون در عذاب مونده و تازگی مثال شهر تازگی میکنین دوگو باشین و ما افضل تر دونستم که همین خیره شما دا بکنم در مثلا سلامت باشین خدا نه اگر که مشکلی بردن باشه ببریم یا میبریم مالی ناز سلامت مالی نازمونه سلامت باش مالی خاله جان مالی برادران اینجا یک دو نفر دیگه از میریم اگر که یک جای باشن خوب اگر یک جای نباشن یک کامپلکس دیگه موندگی چه یک کامپلکس میتیم یک تا دیگه شا پول میتیم روز میریم میپرسیم سلام علیکم امک امک جان دقیقه شما ممکنه سلام علیکم امک نازه امک جان خوبه اینجا سلامتی خوبه امک جان اولا ما شب رمضان شما دم مبارک شما بعدیم یک سوال داشتیم شما الوهیدن یا یک اویله ما یک اویله اویلتون میشه اویلمون میشه سوی فرزند ها ان شاء الله چند کشی که همی کار در مشغول هست جان
یک 5 سال شده. زندگی خوبه بخیر رفته زندگی سه سال انشالله. خیر خداوند عید خوب شد و دستتون هیچ وقت درد نبینه که مثلا ما در شب آرام خواب میکنیم و شما به تازگی مشغول میشین. مثلا همچون یک چربن ما در نیودوب نیاکی مثلا من خواب میکنم و شما تازگی میکنین. خداوند دستتون درد نبینه و امروز ما یک دوم خیر گرفتیم اکا جان. همین خیر ما از طرف مهاجرایی که در فیلات آسیا قرار دارن همون بچه‌های و ما میفروره میمونین در حق هوای دورگو باشه. مقصد اکا جان کجا دمونیم که شما دوب نیای و اوچاسکای شما چی قدره؟ موشاسه ما ایمی تایموسی تکسی تو سیتفولی چرا میبینیم دو چسکه میشه. مقصد نمیشه اگه اونجا مونیم بردن شما دوب نیای اکا جان. فرق نداره باشه. مقصد بعد از بردن نمیشه و او را. ما هیچ کجا دمونیم اصلا. خب اکا جان نمیشه میفروره میمونین اما وقت در نمازاتون در کجا باشه در غیب دعا کنید که سوق ساما با وطن شما بگردن و پیش بردن مادرشون. من هم اکا جان. من روز نمیشه میفروره. نه برادرها خوشبختانه گفتیم مقصد به عزت نفس هیچ کنار رسیم گفتیم مقصد یک آدمی را بیام که خودش توخال کارکردی باشه الحمدلله نیافتیم و در نصیب همین برادرها بودیم فروردیم کامپلکت مقصد این دهم اویله های و دهم کامپلکت ما دادیم و زایما گرد دو میگیریم میریم امک جان چیزاتون فروردیم یک خیرخش میکردیم میرفتیم یکون گپ گفتنی هستین اکا جان از آمد برای که همین خیر کردگی ما همیشه دعاگو در حق تمام مهاجران تمام مسلمان هستیم در این مشرف رمضان ما شما مبارک شود سلامت باشه اکا جان خیرایی که کردی به درگاه خدا قبول شود همون آدمایی که در سفر همشون باز بگردن به وطن مثل سوق سلامت خداوند ای همین کسایی که آمده ما رو پروردگار همه ما رو نگه داره و شما در پناه خدا باشه هزار رحمت اکا جان زنده باشین بهترین سخن ها در حق ما دعاگو باشین هزار رحمت دستاتون درد نبینم سلامت باشین من اکا جان نظم این برادر عزیز الحمدلله تمام کردیم و زیاده 10 نفر در تقسیم کردیم ساعت چند چی دوزی میگیم ساعت یک شب الحمدلله ما همه شما ما پدرای ما خواهرای ما هم خواهان این برادرها خواهرای مادرای ما مهنت میکنن توزه میکنن و ما اکنه میدونم شما را من همیشه افضلتر دونستم که مقصد کم هم باشه به نمی طایفه به نمی طبقه آدما کمک خمونا برسونیم برادر این حال به نهایت شرایط وضبینه و شما را دعوت میکنم برادری که ما را تماشا دارین انم خیلی آدما را دستگیری کنین زنده باشین از رحمت که با ما بودین و ما را تماشا کردین و دستگیری کردین و دعای خیر کردین السلام علیکم